سلام، من صدامی رواس مشرف هستم با آموزش و آنباکسینگ و نقد بررسی بازی فتچ فلافل. با ما همراه باشید. با آموزش کارت‌ها اول از همه بعضی ویژگی‌هایی دارن. مثلا اولیش این فلافل سوخته ویژگی خیلی بدیه چون 3 امتیاز از ما کم میکنه و بازی به صورت امتیازی میکنه. این یکی کارت خیارشور گوجه میگه که اگه شما 2 تا از اینا داشته باشی به شما 5 تا امتیاز میده که توی بازی توضیح میدم چجوری باید به دست بیاد. یکیش فایده نداره، یعنی باید حتما زوج باشه تعدادی که شما دارید. پاکت ساندویچ هم که بعدا توضیح میدم تو خود بازی. نون هم اگه شما یکی ازش داشته باشید 1 امتیازه، 2 تا 3 امتیاز، 3 تا 6 امتیاز، 10 تا 4 امتیاز، 5 تا 15 امتیاز. سیب زمینی سرخ کرده خودش 3 امتیازه که اگه ما سس هم روش بذاریم میشه 9 امتیاز هر یه دونش که سس هم فقط همین کارو میتونه بکنه. بعد این یکی هم سبزیجاته. سبزیجات 3 تاش 10 امتیازه، یکیش 2 تاش ارزشی نداره. این یکی فلافله که این یکیش این یعنی این یه دونه کارت یعنی یه دونه قرصه، این یعنی 2 تا قرصه یعنی 3 تا قرصه. آخر بعد بازی هم توضیح میدم. کسی که بیشترین قرص رو داشته باشه 6 امتیاز میگیره، کسی که کمترین امتیاز رو داشته باشه بیشترین تعداد رو داشته باشه 6 امتیاز، کمترین 3 امتیاز. چای هم همینطور، هر کسی بیشترین رو داشته باشه 6 امتیازه، هر کی نداشته باشه منفی 6 امتیازه. بادم جون سرخ کردم که یه دونش 1 امتیازه، با سس میشه 3 امتیاز. سمبوس هم هر یه دونش 2 امتیازه که اگه سس هم باش داشته باشید 6 امتیاز داره. سرآشپز و ترشی هم توی طول بازی بهتون توضیح میدم. خب بریم برای چیدمان و آموزش بازی. چیدمانی به اون صورتی نداره، ولی خب توی بازی 2 و 3 نفره به هر کدوم از بازیکن‌ها 10 تا کارت میدیم. توی بازی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کارت‌ها هم قبلش بود. توی بازی 2 و 3 نفره به هر بازیکن 10 تا کارت میدیم. توی بازی 4 نفره 9 تا و توی بازی 5 نفره 8 تا. چه بازی به این صورته که هر کسی میاد یکی از کارتاشو به انتخاب خودش بازی میکنه و به پشت میذاره. بعد کارتو میده به نفر سمت چپش، اون یکی هم میده به نفر سمت چپش و همینجوری میچرخه. و الان هم مثلا من ایشون اینو بازی میکنم، ایشون هم یکی دیگه بازی میکنه و همینجوری ادامه پیدا میکنه. اینا رو باید رو بشه قبلش هم اینا همجوری ادامه پیدا میکنه تا اینکه کل کارت‌ها تموم بشه. خب الان بازی اینقدر ادامه پیدا کرد تا کارت‌ها تموم شد. حالا ما میریم به سراغ امتیاز گیری. الان مثلا نون الان 2 عدده، 2 تاش 3 امتیاز داره، پس الان این 3 امتیازه. چایی هم باید نسبت به بقیه بازیکن‌ها رو بسنجیم. الان ایشون هیچی بازی نکرده ولی من 3 تا بازی کردم، پس 6 تا میگیرم و ایشون منفی 6 چون بازی نکرده یا کمتر از این چای داره. بعدش هم ما هر کدوم رو که امتیازش رو حساب کردیم میسوزونیم به غیر از چایی که میمونه. این هم 6 امتیاز میگیریم، با این هم که شده 3 امتیاز 9 امتیاز داره. فلافل هم هر کسی که بیشترین قرصش رو داشته باشه 6 امتیاز میگیره و کمترین 3 تا. الان مثلا این 3 تاست با این 5 تا با این 7 تا، ولی ایشون نداره. اگر هم داشت اگه کمتر بود من 6 امتیاز میگیرم، ایشون هم 3 امتیاز. اینا هم 6 امتیاز با اون 9 امتیاز 15 امتیاز. پاکت ساندویچ هم هیچ امتیازی نداره و سیب زمینی سرخ کردم که چون سس نداره 3 امتیازه و همینجوری ادامه پیدا میکنه. میریم سراغ امتیازگیری ایشون و ایشون توضیح میدن
میشن خود کارت ترشی، یه غیر از ترشی که میخوایم ازش امتیاز بگیریم، خیارشور و سرآشپزی. سرآشپزی یکی از توی بازی هست. به این نکته میخواستم درباره سرآشپزی بگم. قبل از امتیازگیری سرآشپز میتونه یک کارت رو تصاحب کنه. مثلا من الان کارت سیب زمینی رو تصاحب میکنم و میذارمش اینجا. این کارت ها برای امتیازگیری ترشی حساب میشه. 2 تا ترشی 8 امتیاز نمیگیره. اگر حتی 8 هم ترشی داشته باشید فقط یه دونه‌شون امتیاز. خیارشور و گوجه باید عددشون زوج باشه. یعنی چی؟ یعنی جفت بعد. اگه 2 تا داشته باشیم 5 تا. اگه 4 تا داشته باشیم 10 تا. من چون 2 تا ندارم اینم نیست. یکیش هم تاثیر نداره. کارت سوز فقط روی یکی از کارتا در یعنی نمیتونیم بگیم که چون گروه سیب زمینی رو هم تصمیم داریم. نه روی یکیش. خب پس با اینم میشه 9. اینم چون سس نداره بدون سسش 2. پس 11 باشه. 15. الان 3 تا داریم. توی بازی توی راهنماش نوشته 3 تاش خاصیت بیشتری داره. پس این 3 تا میشه 10 تا. الان 25 تا. کارت سرآشپز امتیازی نمیگیره. یک نکته درباره کارت ترشی دوباره بگم. کسی که بیشتری رنگا رو داشته باشه، یعنی اگر مثلا یک نفر دیگه کارت ترشی داشته باشه اما فقط کارت سبزیجات رو داشته باشم و من با کارت ترشی سبزیجات رو این کارت هم داشته باشم من میبرم و اون نمیتونه از 4 امتیاز ترشیش استفاده کنه. اون هرچی تعداد کارت‌های پس زمینه بیشتر داشته باشی از نوعاش شما میگیری و اون نمیگیری. اما تعداد از هر مثلا اگه من 2 تا سبزیجات داشته باشم 2 تا حساب نمیشه، یکی حساب میشه. ترشی هم به خاطر اینکه رنگ و رنگ اینا داشتیم 4 تا، پس با 25 این از یک دور بازی و همینطوری 3 دور ادامه میدیم تا بعدش دوباره امتیاز رو میشماریم و بعد امتیاز رو یادتون باشه فقط اینا همه میسوزن دقیقه از چایی که میمونه. خب من پاکت ساندویچ این قابلیت رو داره که اگه شما بازیش کرده باشید پاکت ساندویچ رو تو موقعی که دوباره نوبتتون میشه میتونید، نوبتی نیست که هر کسی انجام بده. من میتونم این پاکت ساندویچ رو بردارم و به جای یه دونه 2 تا دونه پیدا از زمینم بذارم. یه نکته درباره کارت چای. کارت چای کسی که بیشتر امتیازش رو داشته باشه 6 امتیاز و کمترین منفی 6 امتیاز. و کارت فلافل نفر دوم 3 امتیاز و نفر اول 6 امتیاز. خب بریم سراغ آنباکس بازی. تصویرگری خیلی قشنگی داره. مثلا اینجا 8 تا دندون داره، 9 تا فلافل و شماره بازیکن روش هم 10. مثلا بلیزیتا خیلی قشنگ زدن. پشت بازی هم قشنگه، خوب توضیح داده. داستان بازی هم جالبه. بازی 20 دقیقه زمان میبره. 2 تا 5 نفر است و 8 تا 99 سال، منظور 99 سال همه سنین میتونن بازی کنن. خب جعبه بازی برای نسخه من خیلی به هم چسبیده یه حالت باز نمیشه، پس همیشه از یه طرف باز میشه و من مجبورم اینطوری بازش کنم. البته من دیدم توی نسخه های دیگه اینجوری نیست. به نظرم دفترچه بازی خوبی داره. آها یه نکته دیگه، رنگ پریدگیش خیلی بده. چاپش نمیتونیم بگیم افتضاح، اما بالاتر از افتضاحه. الان ببینید رنگ پریدگی داره. اینجا چسبیده، اینقدر تنگ بوده که رنگ زده. از خودش هم کم شده. شاید 2 روزی گرفتم، اما این بازیایی که 1 سال گرفتم لپر شده جاش. برای همین چسب زدم اینجاشو که خراب نشه. بازی رو نشر پارک تولید کرده. تصویرگریش خیلی قشنگه، اما کیفیتش اون نسخه من کیفیت خوبی نداره. دفترچه‌اش خیلی خوب توضیح میده، تمش قشنگه. مثلا وقتی میخواد بیشتر توضیح بده تر فلافل میذاره و یه توضیحاتی هم یا مثالایی درباره کارتا میزنه که آدم تو ذهنش بمونه. مثلا برای سبزیجات چیزهای خاصیت بیشتری دارن، یا برای سیب زمینی سرخ کرده امتیازی میزنه، یا
برای چایی بعد از غذا میچسبن. بازی جالبی، دفترچه خوبی داره. خب میریم سراغ یه دونه کارت تبلیغاتی که توی بستش بود. میریم سراغ کارتاش. کارتاش کیفیتشون خیلی خوبه، شاید بگم در سطح کارتای هوپاست. کارتاش تصویرگریش فوق‌العاده است. مثلا یه کارت داره سرآشپز، ترشی، سیب زمینی یا مثلا خیاشو گوجه. کارتاش کلا خیلی قشنگه. من اینا رو بذارم یه دفعه پلاستیک. خب میریم سراغ دیوایدر. دیوایدرش به اصطلاح بسیار آشغالی. مثلا الان اگه بازی رکب در دسترسم بود نشونتون میدادم. اینو دراز کرده که این خم نشه. مثلا اینی که میفته روی اینی که میاد اینجا، مثلا دیوایدرش رو نگه نمیداره مگر اینکه یه چیز پلاستیکی زحمتی رو بذارش. این دوش هم از هم جداه، باید چسب بزنه. دیوایدرش فقط تمش قشنگه، وگرنه واقعا افتضاحه. من دیدم تو نسخه های دیگه هم دیوایدرش اینقدر بد نیست که توی این نسخه هست. خب در مجموع بازی خوبیه، اما اگر براتون کیفیت مهمه خیلی به این بازی مراجعه نکنید. اما شاید فقط برای من اینجوریه. مثلا میتونید با یکم چسبکاری روش دیگه این مشکلش هم برطرف کنید. اگه تب صبحونه دوست دارید یا فسفودی نیستید میتونید برید بازی ناشتایی رو بگیرید که نسخه است، هم ارزون‌تره هم شاید کیفیتش بهتر باشه. این بازی خوبیه، تمش قشنگه، خیلی حال میده. جز بازی‌های خیلی جالبه که خیلی پرفروش میده. بخرید بازی کنید.